سلام بچه، چطورین؟ خوش اومدین به یه ویدیو دیگه. امروز میخوام باهاتون درباره یه چیزی صحبت کنم که اگه جدیش نگیرین، اگه متوجهش نشین، دیر یا زود لهتون میکنه. یه چیزی که 3 ترم دانشگاه برای من طول کشید تا بفهممش، وقتی که دیگه دیر شده بود. قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو، اگه براتون معقوله لطفا منو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و با هر کی که براتون عزیزه به اشتراک بذارید. بریم سراغ ویدیو. من این روز سر کلاس تدوین نشسته بودم تو دانشگاه و یک نگاه به دور و برم کردم و همکلاسیایی رو دیدم که عاشق رشته شونن، عاشق سینما هن، عاشق تدوینن و یه نگاه به خودم کردم، منی که هیچ علاقه‌ای به سینما یا تدوین نداشتم و توی اون جمع بودم. انگار یه آدم بی هدف نشسته اونجا، فقط داره روزا رو میگذرونه. حتی ادیت هم در حد کم یاد نگرفته بودم. 3 ترم گذشته بود و من فقط اونجا نشسته بودم و اینجوری بودم که من هیچی بلد نیستم بزنم. تاش یه کات ساده با موبایلم بتونم بزنم. میونه اون همه بچه‌ها که همشون یا علاقه به سینما داشتن یا به تدوین. اونجا دقیقاً اولین لحظه‌ای بود که فهمیدم الیاس، تو هیچ هدفی نداری. فقط داری نفس میکشی. و اون تازه شروع سقوطم بود. چون من یه آدم بی هدفی بودم که به خود ارضایی اعتیاد داشت، به شکر خوردن اعتیاد داشت، به دیدن کرن علاقه داشت. زمان گذشت و من رفتم بیرجند کمک بابام کنم، در مغازش کار کنم. 3 ماه. 3 ماهی که هیچ کس جز بابام نمیدیدم و از قضا بابام آدمی نیست که بشه درست باهاش صحبت کرد. تو اون مغازه‌ای که داده بود دست من، تو اون سکوت، تو اون تنهایی، برای اولین بار فهمیدم زندگی بدون هدف چقدر خفه کننده است، چقدر تنگه. و میدونین سخت‌ترین جاش چی بود؟ این نبود که کار سخت بودش، کار طاقت فرسا بود، نه. این بود که هر روز باید با خودم کنار می اومدم و تو ذهنم اینو متوجه می شدم که الان من هیچ هدفی ندارم، هیچ کاری نمی کنم جز اینکه دارم به بابام فقط کمک می کنم. 3 ماه گذشت و من تو این تایم سعی کردم خیلی کتاب بخونم. کتاب والدین سمی رو خوندم، کتاب پدر پولدار پدر بی پول از رابرت کیوساکی و کتاب 4 راه پولسازی از رابرت کیوساکی رو خوندم. همشون رو میفهمیدم و قشنگ تو ذهنم میشست، ولی خب یه مشکلی بودش، نمیدونستم برای چه هدفی باید ازشون استفاده کنم. رابرت کیوساکی میگفتش که یا بیزنس اونر بشید و یا سرمایه گذار و من نمیدونستم کدومش رو دوست دارم. نمیدونستم دوست دارم چی کار کنم، هدفم چیه. حتی اون تایم من اونجا ویدیوهایی راجع به دوپامین دیدم و متوجه شدم پیک دوپامین چیه. اون لذت یهویی که از مصرف مثلا مواد مخدر، از مصرف سیگار، از خود ارضایی و از اینا میاد چیه. باز با اینکه میدونستم مخربه، خودمو میکشوندم سمتشون، چون زندگی بدون هدف دقیقاً همینه. تو دنبال لذت‌های سریع میری. خود ارضایی لذت داشت، شکر خوردن، یک سره کیک میگرفتم، بستنی میخوردم، لذت داشت. قبل ترش بچه تر که بودم هی گیم میزدم و دغدغه‌ای نداشتم، لذت داشت برام، اصلا هدفی نداشتم، فقط میخواستم که بهم خوش بگذره. اینا همون لذت‌های کوچیکی هن که تو انجامشون میدی، ازشون لذت میبری، ولی بعدش میگی خب که چی؟ من تو اون سالا اصلا داشتم خودم رو خفه میکردم آروم آروم، نه با تناب، با لذت‌های زودگذر، با بی هدفی، هدف درست نداشتن. تا اینکه بابا مغازه مشهدش رو جمع کرد، پشتوانه من رفت. فکر میکردم هر وقت نداشته باشم، هر وقت نیاز داشته باشم میرم مغازه بابام کار میکنم، یه پولی در میاد، با رفیقام میرم بیرون، خوش میگذره بهم دیگه. و وقتی رفتش، احتمال اینکه کلا زندگیمون بره بیرجند اومد روی میز. اون لحظه انگار مثلا یکی با چوب محکم زد باشه تو سرم انگار به سنگ خورده باشه. با خودم گفتم اگه برم بیرجند و 1 سال 2 سال اونجا گیر کنم چی؟ اگه بابام دیگه منو نخواد تو خانواده‌اش چی؟ اگه تهش مثلا برگردم مشهد ولی جایی نداشته باشم بمونم، بدون جای خواب باشم، بدون غذا باشم، جایی نداشته باشم بمونم چی؟ این تصوره، این ترسیدنه منو واقعا ترسوند، ولی نه ترس الکی، ترسی که تا تو رگت نفوذ میکنه، تا تو پوست و استخونت نفوذ میکنه. و اونجا بود که به خودم گفتم که من باید موفق باشم، من باید استقلال مالی داشته باشم، باید برای خودم یه زندگی تشکیل بدم، باید خودم مستقل باشم. اما بازم تو مغزم یه سوال بود که قفلش باز نشده بود، اینکه چرا من باید موفق بشم؟ هدفم چیه؟ چرا اصلا باید به موفقیت برسم؟ مگه نمیشه مثل اجدادمون فقط زنده موند، فقط بقا؟ آره میشد، ولی این زندگی نبود که من میخواستم، که فقط زنده بمونم. نه، این نبود.
آدم وقتی هدف نداشته باشه یک جای خالی تو مغزش هستش که هر چقدر لذت بریزی توش، بازی بریزی توش، خود ارضایی، هر چی، پر نمیشه. این جا خالیه تا وقتی که یه هدف جاشو پر کنه. هدف بیاد سر جای خودش. 3 ماه گذشت، داستانهای بیرجند رو میتونید تو ویدیوهای دیگه ببینید. این بالا احتمالاً بذارمش. و من برگشتم مشهد. برگشتم دقیقاً تو همین اتاقی که الان توشم. و برای اولین بار به خودم گفتم الیاس، هدف تو استقلاله. هدف تو اینه که خود من برای خودم تصمیم بگیرم. یعنی واسه کسی کار نکنم، باج ندم، مجبور نباشم برای کسی کار کنم. من اینو انتخاب کردم و تصمیم گرفتم که برم یه جا کار کنم، پاره وقت، کارگری، 6 ساعت در روزمو پر کنم در ازای یک مبلغی که فقط از اون بی هدفیه در بیام. ولی همون شب خدا خواست و من رفتم وارد نتورک شدم، وارد بازاریابی شبکه‌ای شدم. با آدمای با تجربه بالاتر از خودم نشست و برخاست کردم و چیزای جدید طبیعتاً می‌شنیدم، چیزایی که به نفعم بود خیلی مواقع. و یه چیزی رو خیلی خیلی زود فهمیدم. اونایی که داشتن اونجا کار می‌کردن به اون کار علاقه داشتن ولی من نداشتم. پنل آکوستیک نیاز دارم جدی. اگه سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید. مرسی. من داشتم خودم مجبور میکردم که یک مسیری رو برم که دوست نداشتم فقط برای اینکه از بی‌هدفی فرار کنم. ولی یه چیزی رو اونجا فهمیدم. وقتی تو مسیر اشتباهی اون حس خفگی رفته رفته بیشتر میشه. دیدم اون شوقی که من توی یوتیوب داشتم و حتی 2% هم توی نتورک نداشتم. کلا علاقه‌ای نداشتم. فقط مطالبشون رو میشیدم، اونایی که به کارم میومد و برمی‌داشتم، اونایی که به کارم نمیومد و از این گوش در از این گوش دروازه. و بعد یه روز من کنترل افکارم رو یاد گرفتم و سعی کردم فقط به یوتیوب فکر کنم، به کمک حسین عزیزم، و شروع کردم به حرف زدن جلو دوربین. و توی 1 هفته با دوربین حرف زدن، با شما عزیزای دلم حرف زدن، بیشتر مهارتم تو حرف زدن بهتر شد تا توی 1 ماهی که توی نتورک بودم. دقیقاً تو همین نقطه فهمیدم وقتی هدف واقعی تو، اون کاری که دوستش داری رو دنبال میکنی، رشد چند 10 برابر کاری میشه که دوستش نداری و به اجبار داری اون کار رو انجام میدی، فقط برای اینکه دهن بقیه رو ببندی، فقط برای اینکه مهارت کسب کنی و غیره. نمیگم مهارت کسب نکنید، مهارت کسب کردن به خودی خود خیلی خوبه. شما باید یک سری کارا رو فقط واردشین برای تجربه. سینا گیمیار میگفتش من 2 سال و نیم توی بازار تهران کار میکردم و میگفت اگر من بیام به خواسته خودم تن بدم و حرف دیگران دیگه برام مهم نباشه، حتی فکر هم نمیکردم به اینکه برم تو اون بازار کار کنم، چون علاقش تولید محتوا بودش. حالا نمیدونم شاید علاقه دیگه هم داشته باشه، میتونید چنل خودش ببینید. جا داره بگم هر سوالی که میخواید رو میتونید تو کامنت ازم بپرسید، جوابتون رو میدم، خیالتون راحت. و امروز که شما دارین این ویدیو رو میبینین، من به 3مین هدفم رسیدم. هدف اولم آپلود کردن یه ویدیو بود، هدف دومم آپلود کردن 3 تا ویدیو بود و هدف سومم 1 هفته آپلود منظم بودش. من این هدفم رو به دست آوردم. حتی تو اون روزی که بیرجند بودم ویدیوم رکورد کردم و گذاشتم. و خب وقتی اون نتونست منو متوقف کنه، هیچ چیز دیگری نمیتونه این کارو بکنه. و این تازه شروعشه. هدفم از گفتن این حرفا چی بود؟ هدف. اگه امروزت هدف نداشته باشی، اگه فکر کنی خب فعلا زندگی کنم دیگه، زنده بمونم دیگه، همین پوینتش دیگه، آره، یادت باشه زندگی تو رو مجبور میکنه، ازت زمان تو میگیره، جوانی تو میگیره، ازت انتخاب میگیره. تو یه جاهایی مجبوری انتخاب کنی بین 2 تا گزینه و بیشتر. اونقدر میگیره تا یه روز به خودت میای هیچ چیزی برای خودت نساختی، صرفا زنده بودی. هدف تو یعنی چی؟ یعنی خودت تو تصمیم میگیری، نه بابات، نه پارتنرت، نه جامعت، نه خواهر برادرات، نه ترس تو، نه لذت‌های زودگذرت. و من الان هدفمو مشخص کردم. آپلود ویدیو توی یوتیوب روزانه. رسیدم به درآمد پایدار از یوتیوب. رسیدم به 1000 تا سابسکرایبر اول چنلم، 900 تاییم. خواهشاً سابسکرایب کنید. استقلال مالی و رشد فردی روزانه. هر روز اینقدر بهتر بشم. اینقدر، فقط اینقدر. و تو اگر هدفی نداری، این ویدیو باید برات تلنگر باشه. چون من مسیر بی هدفی رو رفتم و بهت قول میدم هیچی جز تاریکی تهش نیستش. ولی مسیر هدف خیلی سخته، اما تهش روشناییه. دوستتون دارم، زیاد به چشماتون میاد.